ای زکریا، ما تو را به تولد فرزندی به نام یحیی بشارت می‌دهیم، نامی که قبل از او بر کس دیگر ننهاده ای. گفت پروردگارا، چگونه میتوانم فرزندی داشته باشم در حالی که همسرم نازاست و من نیز پیر و فرتوت گشتم؟ گفت پروردگارت این چنین گفته است که چنین کاری بر من آسان است. مگر نمیدانی که خودت قبلا چیزی نبودی و من تو را آفریدم؟ زکریا گفت پروردگارا، در ارتباط با این امر برای من نشانه‌ای قرار بده تا قلبم آرام گیرد و مطمئن شوم. خدا گفت نشانه تو این است که در عین سلامت زبانت 3 شبانه روز با هیچ کس سخن نگویی. آنگاه از محراب عبادت به سوی قومش روان شد و بر دل آنها افکند که هر صبح و شام خداوند بزرگ را تسبیح کند.